همه پرای دنیا خوش اومده بدون ویدیو دیگه. آقا میدونم خیلی دیره، من قراره 10 دقیقه دیگه زودتر 10 دقیقه دیگه سرویسم بیاد دنبالم و آره دوستان اگر براتون سوال چندم من 11ام و همین بریم مستر بهمون یک رفته. میدونم دیره ولی خب بریم دیگه دوستان. تو عجله من قرار بود خیلی فکر کنم یه هفته پیش 10 روز پیش اینا رفته بود. خب اون موقع پیسیمون خراب بود، بعد من یادم رفت، الان تازه یادم اومد بیامم خونه، کلی کار دارم، بریم سراغ ویدیو. آره خب میخوام بهتون بگم نمیدونم چه سالی ولی حدود چند سالی هست یه وبسایت خراب شده ای به اسم آپارات اومد. آقا اینم بگم که من یه بار ویدیو رو دیدم، ریاکتش رو دیدم، الان دقیق یادم نیست که حالا چجوری بود ریاکتش. خب فقط یادم اون آخر رو من ریاکت، ولی خب وسطش باز به این انیمه ها ریاکت رفته. من یه دهنی از این انیمه ها سرویس بکنم، استریم بذاری، هم میتونی ویدیو بذاری و هم آره. یه کار دیگه بکنی. حالا چرا میگم خراب شده؟ چون این وبسایت فقط باگه، یعنی در لابلای کپی رایت نداره آپارات داره که خب متاسفانه. داره فکر نمی‌کنم مزایاش به چشم بیاد، البته نمی‌دونم مزایایی هم داره. من دقیقاً همین معایبی که آپارات داشت و یه بار نشستم کامل توضیح دادم تو این استوس آپارات. بعد حالا نمیدونم یا کامنت منو پاک کرد یا اون پستی که زیرش کامنت گذاشته بودم اون پاک کرد. و آره فقط آپارات یه حق کپی رایت بیاره و یه محدودیت سنی به خدا به یوتیوب میرسه. یه محدودیت سنی بیاره با یه دونه حق کپی رایت. خب و همین یعنی همین رو بیاره تموم کار. خب الان آپارات اوورده حق کپی رایت ولی درست بهش عمل نمیشه. خب یه حقیقته خب که مثلا الان ویدیوی خود منو دانلود میکنن میذارن، حالا من خودم تو آپاراتم، مستر و بقیه که هیچی دیگه بنده خدا واقعا. به صورت کلی چرا حالا میگم این وبسایت کلا باگه؟ چون ایزی تحت عنوان کپی رایت نمیدونم داره یا نداره. داره ولی هیچ آقا هیچ نگم بهتر اصلا برای نمایش حق کپی رایتش واقعا. وبسایت خراب شده. حالا از این بحثا بگذریم، همونجوری که می‌بینید قرار بریم با هم داخل وبسایت آپارات سرچ کنیم فری فایر و ببینیم چه محتوای سری برامون و چیا میاره. مطمئنم چیزای زیاد به درد بخوریم نمیاره یا حداقل چیزای جالبی نمیاره، ولی بریم که ببینیم چه جوریه دیگه. فکر کنم تو این ویدیو قشنگ اسیدی بشیم. لایک کامنت سابسکرایب به زودی پارت 2 هم میشه. آقا لینک ویدیو مستر هم تو دیسکریپشن هست. داش مستر آره داریم ریاکت میریم، لینک ویدیو تو گذاشتیم. بریم من چه دارم حرف میزنم. بابا وبسایت خراب شده آپارات چه خبره؟ واقعا چه خبره؟ اولاشو من ندیده بودم، فقط آخرا دیدم. چیز داره، فیلتر داره بر اساس تاریخ و کیفیت. کیفیت ای والله هر کیفیتی. خب اولین چیزی که اینجا نظر من جلب کرد بین سم‌های آپارات، چیزی که 280000 تومان برابر با 2 کیلو 800 یوتیوب خورده، ویدیویی که 2 سال پیش گذاشته اسیدی شدم. جیم بی‌نهایت فریفای الماس رایگان فریفای. چرا احساس به خدا همه این پولا دوز آپارات چیزی تحت عنوان تایتل کامل و دیسکریپشن داره، ولی خب ما میریم اینو باز می‌کنیم به عنوان اولین چیزمون ببینیم چیه. اوکی ویدیو 20000 تا تبلیغ داره. برازا فکر کنم به ازای هر مثلا 1000 تا تبلیغی که پلی بشه فکر می‌کنم 1000 تومان زیاد کنم 100 تا تک تومانی آپارات پول پرداخت. نه هر 1000 تا تبلیغ که بشه بین 2000 تومان تا 100000 تومان میده. او 100000 تومان که بازم اون 100000 تومان واسه ای که هیچی دیگه، حد اکثر شما 30-40 تومان میتونید واسه هر 1000 بازی در بیارید. او هم در صورتی که مرتب ویدیو بذارید، تامنیل و کیفیت ویدیوهاتون خیلی بالا باشه که خیلی سخته، خیلی سخته. همون 30000 تومان هم بخواید برسید. 100000 تومان اینا هم یه چیز فرض نمایشه. این یکی از مزایاشه. چند تا کامنت داره؟ تعداد کامنت ها رو نمی‌نویسی. 15000 20000 1000 بازی بخش بندی کرد. این آپشن رو یوتیوب هم داره. البته این آپشن یوتیوب هم داره که اصلا این دو تا رو نباید با هم مقایسه کنیم. واقعا گفتم ولی بزنین تبلیغش رد بشه. بچه‌ها من به عنوان یه پلیر فری فایر، به عنوان کسی که بگم چه جوریه، من بعد چرا تبلیغش او از این آپشن هم داره، از اینا یوتیوب داره. با پی سی اگه تماشا کنید یه همچین تبلیغ هم یوتیوب براتون میاره. من احساس کنم اسم علمیشو نمیدونم ولی فکر کنم سورس یوتیوب گرفتن کپی کردن در قالب آپارات. دقیقاً مثل تلگرام، سورس تلگرامو کپی کردن گذاشتن رو روبیکا و سروش و اینا، ولی آپارات سورسش اونقدر کپی نیست، یعنی فرقای زیادی داره در کل. حالا من مثلا از کل بخش آپارات خبر دارم، کپی پیست نیست مثل روبیکا و ایتا و اینا. خب یعنی خودشون هم زحمتی کشیدن که دمشون هم گرم، فقط قوانین و یعنی بیان همین محدودیت سنی بذارن، کپی رایت این دوتا رو بیارن، به خدا آپارات
حداقل 10 برابر الان هیتاش کمتر میشه، اصلا آباد میشه آپارات. من گذاشتم اینجا این مثلا اگه مثلا یوتیوب بگین در نظر بگیرین بوگاتی باشه، این ور یه چیز درست شبیهش درست کردن چارچخ، این ور گذاشتن اسمش آپارات فرای. اوکی بریم با ببینیم چیه. انیمو سرعتش میخوام زیاد کنم بچه‌ها. زندگانی یه چیزا دیدید؟ وایسا عربز هکرز وی آی پی. ببین من حتی ندیدم، من گفتم اول ویدیو ندیدم. عربز هکرز وی آی پی این انیمه ها می اومد فایل ها رو از کانال های تلگرامی عربا و یوتیوبرهای عرب، حالا کلا خارجی ها خب می آورد اسم فایل رو تغییر میداد، فقط اسمش، محتویاتش که همونه، اسم فایل رو تغییر میداد، با نام خودش میداد بیرون که آره من فلان کار. خب داداش این دزدیه، این پول حرامت داری در میاری. من واسه همین تنها پارتی که باهاش مشکل دارم انیمه ها. خب چون میاد قشنگ همین ویدیو هم دانلود کرده، اومده یه عکس انیمه های چسبونده پایینش، هیچ چیش از خودش نیستی بشر. اصلا نمیدونم چرا کانالش وجود داره هنوز. این اصلا ویدیو خودش هم نیسته، این لوگو یه کانال دیگه است. این نکته ایه. این ویدیو هم که خب خیلی قدیمیه ولی آره گفتم. خب یه سوالی الان این کو جمش چرا من نمیدونم جم بی‌نهایت شد؟ اگه بی‌نهایت شد اولش بی‌نهایت شد بچه‌ای بالا ببینید 600 شد ولی بند میشی. خب به چه دردت میاد؟ حالا یه ثانیه هم جمت بی‌نهایت باشه چی میشه مگه؟ این جم حاجی من جم تو هک کنم ببینم جم چه جوری هک میشه. این که فقط بازیشه تا آخر بازیه. پدر سگ خوب کو ادامه داداش. تو اگه این جم 100% میتونم بهتون میگم یا فتوشاپ یا یه سری چرت و پرت، چون اگه بود داداش یه دونه میرفت. آره راستم میگه، این هم راست میگه. اگر می‌خواست اگر واقعا بیناشه خب میرفت خرج میکرد، چه خرج نکرد عوض میکرد. مثلا اینکه ویدیو برای خودش هم نیست ولی خب ما متوجه شدیم چیزی تحت عنوان جم رایگان حداقل تو آپارات وجود نداره. اوکی بریم ادامهش ببینیم چیه. فریفای جم بینا او چقدر جم بی‌نهایت داریم. 161 خورده تیک سبز چه سمیه او رسمی داره. آپارات رسمی فکر دزدی کنی رسمی داشته باشی، یعنی آپارات خیلی شبیه هیچ داره. به نظرم خوبه حرف نزنیم بهتره. که مثلا قصد تخریب این وبسایت ندارم، این وبسایت از ریشه خراب شده. بیایم پایینتر. بازم هم این حمال 50 کی تو 50 کی اینجا فکر کنم مثل چیزه نمیدونم، فکر کنم برابر با یک کای یوتیوب نمیدونم. جالبه. اما یه نکته که هست بچه دیسکریپشن داره آپارات. آره دیسکریپشن خیلی ساله داره. خیلی ساله. سلام دوستان. بچه این دوستمونه. ای پس کیو از پشت ماسک اومدی بیرون. میخوام ببینم بچه‌ها این چه جوری دوباره با بچه این جم رایگان با چیت اشتباه گرفته. اشتباه نگرفته، خودش ذره به کوچالیشه پدرس، چون چیت ویو نداره جم رایگان ویو داره. اصلا بچه‌ها داداش وقتی پول مفت در بیاری خب ببینید من یه بارم هیچی کپی نرفتم. یادم ایده هایی که کپی میرفتم و من میومدم چیکار میکردم، ایده هایی که کپی میرفتم و میگفتم. مثلا یه بار از یکی از یوتیوبرها یه ایده کپی رفته بودم، چالشی که بدون مدکیت وین بگیریم. همونش گفتم اوکی این ایده رو ما از یکی بود با موجوایتی و از موجوایتی من چی رفتم. خب یعنی ما میرفتیم هم حداقل، من نمیگم من خوبم، ما حداقل بد نیستیم، خوب نباشیم بد نیستیم، میومدم حداقل میگفتم اینجوری. خب بعد آره دیگه ببینید من چقدر دوستتون دارم. زنگ زدم سرویس گفتم خودم میام نیادم بود بکی. افسرده چقدر دلغک شدم آجی. همین بریم ادامه ویدیو. تحت عنوان جم رایگان نه، یا حداقل اگه داریم جم رایگان مستقیمی بهتون نمیدم. مثلا میگن مثلا من خودم مثلا کاستوم میزنم به عنوان مثال، مثلا کاستوم فام میزنم میگم بچا برندش اینقدر جم برنده میشه مثلا یک آره دیگه اون جم رایگان جایزه است. اصلا خود بازی حاجی اگه جم رایگان بده یه راست عقلت بکنه، پس چرا دیگه خرید در اون برنامه یا چرا جم مثلا گذاشته خودش برای فروش؟ نمیفهمم. خب بابا حاجی تو داری چرت و پرت. اسمو ببین، اسمو یعنی ویدیو رو دانلود میکنه، حالا جای مثلا این اسم یوتیوب طرف میاد اینا میذاره یا کاتس میکنه یا اصلا دزدی خالص اینا. این بالا ببینید حتما یه لوگوی چیزی بوده اومده مال خودش گذاشته، وگرنه چرا باید اینقدر جاش بد اونجا؟ اصلا هیچ یاجی واقعا دزدی خالص. واقعا متاسفم. ساب کنید تو یوتیوب 100 تا ساب برسیم 100 جیم، 200 تا ساب برسیم 200 جیم، هر 100 ساب 100 جیم قرعه کشی اضافه تر و آره بریم دیگه. من که حمال اصلا
چیزی تحت عنوان دیسلایک میشه ریپورت کرد. گزارش تخلف میشه گذاشت. ایمیل ثبت کنم برو پدرسر برو حمال. اوه آموزش تنظیمات هدشات فری فایر 1 سال پیش. حاجی ببین تامنیلا رو دانلود کرده، لوگوی خودشو گذاشته دزدی خالص. اگه شما کنم تامنیل روکه فهم یوتیوبر که نزدیک 11 میلیون ساب داره. و یه نکته جالب من بهتون میگم بچه‌ها، توی آپارات شما میتونید تامنیل برای ویدیوتون لحاظ کنید. اگه نمیدونید تامنیل خیلی وقت تامنیل میشه گذاشت. همچین قابلیتی داره. و یه نکته هم بهتون میگم بچه‌ها، حتی تامنیل حاجی ناکو اوقات بعد آقا آپارات خوبه، جدی میتونه آینده دار باشه. خب فقط میگم یه محدودیت سنی بذاره، مثلا حداقل 13 یا 15 سال. 15 سال باشه بهتره، حداقل طرف 15 سالش باشه یا همون 13 سال. اصلا بگی آقا سن تکلیف 14 سال و 6 ماه. خب حداقل اینقدر باشه. خب مثلا دیگه باید شناسنامه اینا ثبت کنه طرف، حراسویت و اینا باشه واسه آپارات. خیلی راحت به خدا خیلی خوب میشه حاجی که اینقدر بچه سال تو آپارات نباشه. ولی تو وبسایت خراب شده آپارات همونجوری که میبینید 90% این تابنیلا رو میبینید برای خودش. مثلا این چرا این بنده خود یارو زده، حالا با هر اپی که زده، یا مثلا اینو خودش زده، ولی این برای خودش نیست و اگه اینا رو تو یوتیوب 1% تو تابنیل یکی دیگه آپلود کنی به راحتی میتونه حقش ازت بگیره، یا حداقل یا تو تابنیل منو استفاده کنی. آره استرایک و اینا میشه زد راحت. یه چیزی کلا یه اختیاریو بهت بده. ولی توی وبسایت خراب شده آپارات همونجوری اگر ندونید استرایک چیه، شما اگر چنلتون 3 تا استرایک بخوره، خب اگه که مثلا دزدی میکنید، حالا هر چیزی تامنیل یا ویدیو شاید چی، طرف یا کپی رایت میتونه بزنه یا استرایک. شما 3 تا استرایک بخورید از بین میره چنلتون، کلا واسه همیشه از بین میره. خب و هر استرایک هم که میخورید یا 3 ماه یا 6 ماه بعد، فکر کنم 3 ماه بعد استرایک برداشته میشه که اگر هیچ تخلفی باز انجام ندید. و همین دیگه، یه فکر کنم بخشی از درآمدتون هم میره کلا. فقط به درد نخور بودن. حالا کار نداریم 54 که ویدیو خورده و هیده این چیز است. این نخورید، گو میخوره، این قند داره بچه‌ها، واقعا قند نخورید دوستان. این دوباره همینه، زیرو بخورید، زیرو بهت آب همش به این حمال فیک ساز خدا زده. چرا من فقط دارم اینو میبینم؟ بعد بچه‌ها یه نکته بهتون میگم، شما میخواید آموزشی یه چیزی بدین، به نظرم تو عکس نمیگم تو همه چیزا استثنا تو هر چیزی وجود داره، ولی تو اکثر چیزا شما مثلا میخوای مثال میزنم، مثلا میخوای آموزش مثلا همین هد زدن، آموزش هدشات زدن بدی، تو خودت باید 4 تا چیز وارد باشه، خودت باید هدشات بزنی، باید بازی اونقدر آره دیگه. مثلا ریاضی بخوای درس بدی، مثلا فیزیک بخوای درس بدی، فرمولا رو باید بلد باشی که آقا بگی ای فرمولا الکو به کسی دیگه یاد بدی. میفهمی یه معلم مثلا خودش آدم بی اطلاعاتی نیست که نشسته مثلا اون پشت داره. ببینید من نمیگم من خوبم، بازم میگم من میگم حداقل بد نیستم. خب ما کاستوم با انیمه تو چنلمون داریم، همون مال 2-3 سال پیش چیت زده بود، 7-6 من باختم، 6 راند با چیت ازش گرفتم. همین چیته که از عربا میگیره من 6 راند با چیت ازش گرفتم. یعنی فکر کنم با چیت اینجوری، وگرنه تو استریما این همه کاستوم با انیما رفته بودیم، هفیچ شاید یه راند با دست و تیری یا زونکشی میگرفت. خب اینجوریه بچه‌ها، یعنی حداقل چیزی هم بارش نیست، فیک اصلا هیچ چیزی نپردازیم دیگه بس بزنی و قابلیت هدشات. حالا من واقعا اینو دوستم واقعا نمیخوام وقتمون رو تلف کنم. بذار این سرعت کجاست؟ سرعت بخش رو 2 بزنم، 3 تا پارت قرار بزنم. باشه من این دوستم اصلا نمیشناسم، این همینجوری داره میاد تو اکسپلور، خودش قطعا داره میره آموزش بده. من که فقط دادن 2 تا عامل هدشات زدن 2 تا عامل. یکی تپنده هدشات، یکی سلف هدشات. اون تپنده هدشات مثلا شات کن، اگه بخوای چیت بالا دیگه ساپ نمیگم بالا شرطش میشه. این یکم چرت و پرت بیان کرد ولی راست میگه بچه‌ها. گانا اصولا وقتی که خیلی باشون بزنید متوجه میشه که هر کدومشون بالا کشیدنشون یه قلقی داره، ولی به صورت کلی همشون یه چیزه. حالا یه سری راست میگه، مثلا حالا این شاتگان چرت و پرت داره، ولی کلا گانا وان شات مثلا یه جور قلقشه، گانا مثلا اس ام جی یه جوره. آره دیگه هر گانی بعد یه جوری پی سی خیلی فرق داره با گوشی. این یکم کجیکولگو ولی به صورت کلی درست میگه. یعنی مثلا برای یو ام پی مورد تیر زدن که هد بزنی چون میکنن موقعی جهت خاصی حرکت میکنه که پیاشون همش هد بزنن. نه دیگه این دیگه چه اضافه. بذار من بچه‌ها ببخشید دارم میذارم جلو، چون نمیخوام واقعا وقتمون حروم بشه. چرا انقدر میم استفاده کرد؟ اوکی این گیم پلی خودشه. بذار انصافا من راضی اگه خدای خوب باشه ببینیم گیم پلی خودش هست یا نه. وایس ببینیم. وای فقط این آهنگ بعد این اکانت تو دلقک زاده انیو، این الان اکانت توه. من باز کیل میزنه اسمش میبینیم. توی یوتیوب شما آهنگ بک‌گراندی که الان ادیتورم داره توی این ویدیو استفاده میکنه، این مثلا چند روز پیش آهنگ بک‌گراند هم کپی رایت داره. آره راضی نبود که من استفادهش کنم، خیلی هم بدون کپی رایت ها. ولی توی وبسایت خراب شده آپارات همچین عنوان آره کپی رایت نداریم کلا. اصلا آپارات این بخواید خوب میزنه انصافا. موبایل درسته میشه گفت بارز آپارات بوده. چیمگو کین
خب حالا مثلا اینجا هدشات رو ببین به چه زبان، یه زبون دیگه است. تو مثلا کاستوم اچ یو دی جوریه، بعضی میگن هاد هر چیزی کاستوم اچ تو اینجوری آخه. خب صداش هم قطع کرده کپی رایت نخوره صدا آهنگ. خب ببینید این الان اکانت خود گیم پلی هم گیم پلی خودش نیست. تو الان اومدی آموزش بدی، مثلا تو اومدی گیم پلی گذاشتی، الان آموزشه یا گیم پلیه؟ خدا وکیلی میزنه انصافا. موبایل درسته؟ آره موبایل. من واقعا نمیخوام تعریف اینا رو خوب زد، اونم خوب زد. البته که بچه بهتون میگم توی یه مچ هایلایت هیچ چیزی معلوم نیست. 5 ساعت بدونی توش بعد فکر می‌کنم آقا بزنیم جلو نه گیم پلیش هم مال خودش نی. منم اول گفتم فکر می‌کنم همه اسکیناش هم همش فایل باشه و دلغک فکر می‌کنم حالا نمی‌دونم معلوم نی عمل کی اومده گذاشته ویدیوشو. من نمره به بازی دوستمون بدم. بذار اینم بزنه بهت میگم حاجی برای خودشه. نگاه این اصلا اوکی بیایم پایین. احساس می‌کنم منو پیدا کرد. اصلا تابلو برای این نیست، این تابلو برای یه یارو سیکو قیافه طرف این پایین بچه این مثلا تابلو برای خودش. نوکرم ما پیدا شدیم بالاخره، ما اومدیم. دوستون برای خودشه. نگاه این اصلا برای خودش نیست. معلومه برای خودش نیست. مثلا بچه‌ها منم اگه ببینید یه سری از فامیلا الگو برداری می‌کنم، خب ولی یه تغییر کوچولو یه تغییر بزرگ حداقل الگو برداری مثل خودش میزنه، این همون کپی پیست میکنه. توسط خود تابلو میزنم و خب البته تابلو میزنم ولی که تو همون آقا کپی پیست من فکر نکنید الان خیلی دارم شاخ بازی در میارم. کپی پیست نه آقا، کپی پیست یعنی تو یه چیزو کپی کنی جایگذاری کنی، پیست همون جایگذاریه به انگلیسی. خود عوض کنی یه سری مثلا این عکس چه میدونم تنظیمات گذاشت توی یه تنظیمات دیگه بذاری اون رنگ اینشو آبی کرد. آره نمیتونه داداش اقدر اصلا بلد نی تامنیل بزنه فوم اصلا این که خودش با این که بازم چیز خودش نیست، با این که بازم تامنیل خودش نیست، یه ای اینجا مثلا این چیه مال اندروپایی هستن این فکر کنم اومده گذاشته اینجوری. خب فقط متنشو خودش زده، فونت متنش فونت دیفالت پیکسارت اصلا هیچی. 40 درصد 50 درصد توی وبسایت خراب شده آپارات اصلا کلا این چیزا معنی کاستوم تک به تک با من بازم دختر ایرانی منم واقعا توی وبسایت خراب شده. منم تامنیلمو با چیز میزدم بچا. اینم اول که اینم باز من این ویدیو رو هم دیدم، ویدیو یه یوتیوبر خارجی بود پارت چانچلش فقط با مش تو فری فایر، من با پیکسارت میزدم، همه چیز کار خودم بود. درسته خیلی سطحش پایینه ولی خب حداقل خودم میزدم. این چیزا معنی کاستوم تک به تک با بهترین پلیر دختر ایرانی. واقعا من دوستان بچه بدونم بهترین پلیر دختر ایرانی فری فایر کی؟ باز از چنل این هم نشسته بذار من این بزنم جلو. بابا اینم فیکه با محمد جواد. اینا نه اصلا فیکش داداش، نگاه اکانت خودش نیست اصلا، نه اکانت خودشه نه گیم پلی خودش. نه حالا نمیخوام بگم همه آپاراتوریا نمیخوام اصلا جسارت کنم بچه‌ها، من صرفا با خود اپلیکیشن هیچ کدوم دارین وجود نداره. بابا مستر 13 دقیقه داری انیمه ها میبینی بس دیگه. آموزش گرفتن 10000 جم رایگان در فری فایر 235 به بازم ما حاجی میخوام ببینم 10000 تا چقدر زر میزنی. درسته برادر درست میگی. البته اینو باید از فورتنایت انتظار رفت همچین چیزی بود. فورتنایت؟ البته اینو باید از فورتنایت انتظار داشت. ویدیو فری فایر فورتنایت بشه ربطی داره؟ من که حرفی ندارم ولی داداش چیزی که تو تامنیل تایتل نوشتی داشت نه 4 تا جم اونم از تو گیفتای لابی جمع یادش بخیر 3 تا اکانت تایتان. البته مطمئن نیستم هنوز که چیز برسه برام چون خب الو سلام آیا هاشمی؟ مطمئن نیستم هنوز که داداش خب مطمئن نیستی چرا میای ویدیو میگیری اصلا؟ خب اول تست کن بعد ویدیو بگیر. برسه برام چون خب اگه مطمئن نیستی بهت میرسه داداش ازم یه چیزی میخوام خیلی آروم بهت بگم. اگه شما راجع به این مطلبی اطمینان نداری و نمیدونی هنوز 100% شده یا نه گوه میخوری اینقدر تایتل میزنی چه مرایگان. این چیه؟ این فکر کنم الان محتوای بالاخره ما با دسته در فری فایر. ببین بچه‌ها اگه مثلا انصافا بالایش هم خودمون بودیم. این خودمونی یه شیشه زازم ست پارادوکس هم خودمونی. چیه؟ این فکر کنم الان محتوای درست کاستوم تک به تک با دسته در فری فایر. ببینم بچه‌ها اگه مثلا انصافا دسته باشه واقعا این محتوا دسته‌شو دارم ها کی چی اینا این دستش همین بود. حالا ببینید تو ویدیو میبینید من دستش هنوز دارم. بچه‌ها دسته ایکس باکس سگ جون این 100 بار خورده زمین، 1000 تا اتفاق افتاده آخ نگفته. ایکس باکس وان هم هست، دسته ایکس باکس وانه خداست. وای خفنیه اصلا جاش تو آپارات قطعا نیست. اصلا آپارات من چی محتوا خفنی. بزنیم نوکرت هم داداش. اوکی بریم ببینیم ویدیو این دوست.
دانیال با دست PS4 بود، من با دست ایکس باکس بودم. میگم بگم ویدیو من بگم که ببخشید صدای دانیال و بازی رکورد نشده. اشکال نداره عزیزم، بذار بزنم جلو ببینم. ببینید بچا انصافا داره با دست آره بازی خب دست می‌کنه. هست دیگه. اصلا محتوایی که مثلا متفاوت و قشنگ باشه اینه، مثلا نوکرم داداش، نه اینکه بزنید چه می‌دونم جیم فری فایر تفاوت. حاجی اینا که بعد این من خب رو کیبورد حفظم دیگه، شما می‌بینید یه پی سی پلیر هیچی رو صفحه‌اش نیست حفظم، ولی این خب نمیتونم ال بی به علاوه ای ایکس همون مربع چیزه اینا فرق داره. ال بی یا ایکس، ای که میپره مثلا بی میشینه، چه میدونم اصلا یعنی سخته واقعا. مثلا چپو بزنی مدکیت میزنه، وایو بزنی یخ میزنه. ها آرتی هم آردو چیز. بچه‌ها میخواید یه پارت دیگه بذاریم، همین سته رو بزنم یه پارت دیگه بگیریم ازش، نه مثلا با دسته بری بازی کنی فلان کنی، نه اینکه بزنید چه میدونم جیم فری فایر بی‌نهایت رایگان. نوکرم داداش اصلا نگم برات این حمال زادگیه دیگه. حاجی انصافا داره با دنسه واسه میکنه ماشاءالله. مثلا این واقعا محتوای خیلی سخته و به نظرم خیلی سخته. دستم نگو قطعی اصلی داره. ها جفتشون با دستناش، اونم آره. جلیلا داره راه میره. نامرد تو اسکایلری نامرد. او اسکایلر اون مدت جون میداد بچه‌ها. این یخ میزنه جون میداد. خیلی قدیمیه، 2 سال خوبه. این الان محتوای خفن میگم اصلا پتانسیل آپارات نوکرم داداش. ولی پس ببین بچه‌ها میشه تو زباله‌دونی آپارات واقعا محتوای خفنی مثلا پلی دادن با دسته یا تموم شد دوستان. مستر از همون تعریف که ما دیگه دستمال میخوریم چون افغانی نیست. بچه محتوای آشغال و میشه گفت به درد نخور آپارات داره و اجازه انتشار هر محتوایی هم میده. آره ویدیو ما گم بود اصلا، واقعا ویدیو گم بود. این ویدیو صرفا فقط جهت خندیدن و اوقات خوشی و کنار هم داشتن بوده. همه اومدن آپارات 100 تا چی بهش گفتم بعد میگن تو این. آره ولی خب حق دارن داداش، واقعا مشکل داره آپارات. من خودم هم تو ویدیو هم گفتم، هم به خود آپارات تیکت زدم تو کامنت، خودم جر دادم آپارات مثلا مهم نیست. و الانم که ناظر آپارات که داری ویدیو رو میبینی، خب برای چی بگو دارن دزدی میکنن؟ آقا مگه توی دین اسلام، من خودم مسلمونم چه نماز میخونم. Allah the Almighty، الله. دزدی حرامه. خب دزدی حرامه. تو به اسم یکی دیگه بیای کاری کنی، پول در بیاری، به او هم هیچی نرسه، این دزدیه. خب از نظر شرعی مشکل داره. کپی رایت هم همینه دیگه، حق نشر. آقا کپی رایت هم همینه. خب یه بچه که ذهنش نمیرسه مثلا بیاد چه میدونم محتوای خیلی خوب بسازه، خب چه سایت خود آپارات واسه همین جوری یه محدودیت سنی مثل یوتیوب بذارید. شما تو یوتیوب بچه بیارید کنارتون، اگر از قیافش مثلا زیر 13 سال اینا بخوره، تموم حذف میکنه ویدیو رو، اصلا میگه تو سنت نرسیده. اینجوریه. مگه اینکه ویدیو مخصوص کودکان بسازید. خب یه ویدیو داره مخصوص کودکان که اون مثلا دیگه ویدیوهای سرگرمی کودکانه دیگه. آره آپارات کلا کار آپارات و بازار این دو تا هممالن. اینا همیشه تو ذهن پس ذهنتون داشته باشید بچا. آپارات به درد نخور، بازار به درد نخور. مایکت هم به درد نخوره. مثل داش اگه داری ویدیو رو میبینی اومدن ویدیوهاتو تو مایکت گذاشتن. سلام شما بلاکم ادیتور دار کردن. بچه من میخوام یه موضوع رو سریع بهتون بگم و نمیخوام زیاد سرتون در بیارم. بچه همین موضوعی که حسین راجبش صحبت کرد، شما اگه برید داخل سرچ های مایکت سرچ کنید فری فایر، آقا میبینی اینجا زده که این برای به دستور مخمات غذایی حالا نمیدونم چیه، غذای بونقه حالا نه چی، ولی از حالت انتشار خارج شده نمیتونی نصب کنی. یعنی میشه جوری میشه گفت برای مایکت غیر قانونیه این بازی. حالا ول کن. پایین ترش استریم مستر وان شات، یعنی ویدیوی مستر وان شات. حالا نمیدونم واقعا یعنی چی بگم. تو مگه نمیگی فری فایر برای که مثلا غیر قانونیه؟ پس به چه دلیل تو اینجا اومدی ویدیوشو گذاشتی؟ حالا ول کن. یعنی میشه که برای ایران، یعنی جدا از این موضوع یه برای ایران داره دزدی میکنه. چرا؟ چون که الان شما که دارید این کارو میکنید به نفع مایکت و به ضرر مستر وان شده، نه فقط تو مایکت. آخه ازتون خواهش دارم چه ویدیویی دار کرده، چه ویدیویی حالا مستر وان شده و هر یوتیوبر و کانتنت کریئتوریو برید تو سایت داخل چنل خودش ببینید. نه اینجا فکر کنم مثلا یه وی پی ان فقط برید بزنید، اونم نخرید، برید یه وی پی ان رایگان بزنید برای خودتون، برید داخل یوتیوب عشق کنین دیگه. برید ویدیوی اونها نه فقط یوتیوب داخل آپارات برید ویدیو دار کرده ببینید، نه اینکه مثلا ویدیو دار کرده داخل روبیکا ببینید مثلا. من دارم میگم که این کار دزدی محسوب میشه، که یعنی به ضرر طرف، داری ویدیو طرف میدوزی برای اینکه به نفع خودت پول و ویو بیاد. خاصه این کار واقعا درست نیست. اونم نه یه قسمت بیا پایین. What the fuck؟ امیدوارم که
که با ویدیو حال کرده باشین، لایک کامنت سابسکرایب نره. و اگه دوست دارین پارت دوم براتون تر باحال‌تر و خفن‌تر، البته نمیدونم محتواش واقعا چی بود، ولی اونا نمیشه نشون داد. خلاصه شما یک بزودی باب خب تموم شد. سخن آخرم میگم که این دیدی تایتل فری فایر جیم فری فایر اینا، من خودم هم ویدیوهامو 24 ساعت اولی تایتل مجبورم بذارم که نشون داده بشه تو لیست، خب ولی 24 ساعت بعد برش میدارم، یعنی تامنیل درست حسابی میذارم. خب اگر شما مدت زیادی ای تایتلا بذارید، آپارات درآمدتون رو حذف میکنه که این نکته مثبته. خب الان لوکا درآمدش حذف شد، همین انیمه فکر کنم درآمدش حذف شد به خاطر همین تایتلا. خب و آره دیگه تایتلا این آدم بذارید دوستان، همین ویدیوهاتون اینجوری بذارید، اصلا بیایید همه تایتلاتون رو درست بذارید واقعا. و امیدوارم که آپارات دیروز درست بشه. هم گفتم کپی رایت رو بیاره، حق نشر بیاره و محدودیت سنی به خدای دوتا رو بیاره، تمومه. داشت مثل ویدیو رو اگر داری میبینی، خب منم چیز دارم، اوترو دارم، اینترو هم دارم، دوتاش هم خودم ساختم، با یه برنامه ساختم. خب برنامه لیرها رو آماده گذاشته، تو میری رنگ میدی، متن میدی. من رو هر کدوم 1 ساعت 2 ساعت کار کردم. لیرهاش آماده بوده ولی اصلا متن و رنگ و همه چیشو خودم زدم. خب و یعنی اونا رو هم از هیچ کسی اسکی نرفتیم، که حتی من با اون برنامه اومدم اوترو ساختم که تندرم با همون چیز اوترو ساخته، با همون برنامه اوترو ساخته بود. من مال تندر رو دیدم، لیرهاش آماده بود، میتونستم مثل تندر بسازم. خب کپی نمی‌کنی دیگه. یه چیز خیلی خفنم در اومد واقعا، یعنی خیلی خفنم نه ولی بد نبود. حالا آخر همین ویدیو گذاشته میشه میبینید. و تا ویدیوی دیگه همتون دارم، لایک یادتون نره دوستان. اگر هم میخواید دوباره ویدیو بگیریم با دسته، سیم تایپ A هم میخوره، مال اون چه قدیمی، سیمای قدیمی میخوره، حالا میتونیم بگیریم. دسته مشکلش اینه که سنسش خیلی پایینه، یعنی شما سنس همه چیزو تا آخر بذارید انگاری دارید با سنس C پلی میدید، خیلی سنسش پایینه، ولی خب فانه دیگه، متفاوته. و تا ویدیوی بعدی دیگه همین دیگه، لایک یادت نره، دستمالو بکن تو بچه سالا که دیگه تا پارا ویدیو نذارن. فیلا خداحافظ. رسید دقیقه شد ویدیو، بنده خدا دیدو